این معرفی برای نوجوان‌ها و پدر و مادرهایی هستش که دلشون میخواد دنیای شگفت انگیز اساطیر ایرانی رو با زبانی شیرین و داستانگو بشناسن و به بچه‌های خودشون معرفی کنن. و اینجا چه کتابی شیرین‌تر و دلچسب‌تر از این؟ این کتاب درباره چیه؟ اولین جلد از یک مجموعه است به اسم تاریخ اساطیر ایران برای نوجوانان. همونطور که از اسمش پیداست قرار ما رو ببره به آغاز آغازها، به اون لحظه‌ای که هنوز جز نور چیزی وجود نداشت و اون نور همون هرمز بود و از اهریمن هم خبری نبود. ماجرای آفرینش رو از دید اسطوره‌های ایرانی زرتشتی میگه، ولی با یک روایت ساده، صمیمی و گاهی حتی موزون. مثل این میمونه که شما یک قصه رو از زبان مادر بزرگتون دارید میشنوید. چرا این کتاب اینقدر خاص و جذابه؟ چون به جای اینکه به شما بگه چی شد، یه حسی به شما میده که چرا شد. چون جهان اساطیری ما رو که سالهاست لای متون خشک و تخصصی مونده رو میاره وسط زندگیمون. کودکان و نوجوان‌ها و حتی ما بزرگترها رو دعوت میکنه به خیال پردازی، به کشف ریشه های نور و تاریکی. و اینکه طراحیش برای کودک‌ها و نوجوان‌ها خیلی جذابه. متنش اصلا سنگین نیست ولی در عین حال پرمعناست. اگه بخوام توی یه جمله توصیفش کنم میتونم بگم روایتی شیرین از نبرد دیرینه میان نیکی و پلیدی که گفته با زبانی نرم و جان‌نواز که می‌نشیند بر دل و می‌چسبد بر جانمان. درسته که این کتاب برای نوجوان‌ها و کودکان هستش، ولی اگه ما بزرگترها یکم اهل دل باشیم و بخوایم بدونیم که این یکی بودها و یکی نبودها از کجا اومده، برای ما هم میتونه جذاب باشه. تا معرفی بعدی کتاب بخونید و لذت ببرید.